خب دوستان عزیز، یک شاخص دیگه ای که در تمام طرح‌ها شما این رو میبینید بحث نرخ بازده داخلی هستش. خب پس اینجا رو شما این رو بیاد داشته باشید، این نمودار رو. دوستان گرامی نگاه کنید، من واقعیتش کتاب های اقتصاد مهندسی رو شما میتونی بهش مراجعه کنید. خب کتاب های اقتصاد مهندسی زیاده. حالا کتاب اقتصاد مهندسی دکتر اسکون نژاد هست، دکتر سلطانی هست و دکتر حسینی هست فکر کنم، و خب ولی هیچ کدوم از اینا کامل است. خب یک سری خیلی از این مواردی که من خدمتتون توضیح میدم، موارد اولیه خیلی اشتباهی کتاب اقتصاد مهندسی و اینا هست و خب خیلی موارد هم هست حالا ممکنه نباشه. خب حالا اگر شما بتونید این کارگاه رو بتونید جزوه برداری، جزوه نویسی کنید، مطالب رو یادداشت کنید و از اون کتاب اقتصاد مهندسی هم خب استفاده کنید، قطعا میتونید جزوه کاملی رو استخراج کنید. ولی حتما برای دوستانی که میخوان کاملتر خب بخونن مباحث و با جزئیات بیشتر، کتابای اقتصاد مهندسی که معرفی کردم خدمتتون شما میتونید ازشون استفاده کنید. خب نگاه کنید، بحث نرخ بازدهی داخلی هست. نرخ بازدهی داخلی خب internal rate of return هستش یا IRR هست. نرخ بازدهی داخلی، نرخ بازدهی داخلی یا IRR معادل نرخ سودی هستش که سرمایه گذار میتونه با سرمایه گذاری در یک طرح و از محل جریانات نقدی چیه؟ به دست بیاره. خب یک طرح مثل یک بانک عمل میکنه دوستان. خب مثلا شما در بانک میبرید سپرده گذاری میکنید، یه نرخ سودی رو به شما میده، طرح هم خب قاعدتاً یه نرخ سودی رو به شما میده. خب این نرخ سود دقیقاً در جایی که NPV برابر با 0 هست به دست میاد. خب NPV برابر با 0. اگر شما خب NPV میشه چی؟ میشه نت پرزنت ولیو اون جریانات نقدی. NPV نگاه کنید، خب گفتیم که خالص ارزش کنونی اون جریانات نقدی هستش. اگر برابر با 0 بشه یک نرخی اینجا به دست میاد. خب اون نرخ میشه چی؟ نرخ بازدهی داخلی. پس اگر شما در یک طرحی خواستید نرخ بازدهی داخلی رو به دست بیارید، جایی که NPV برابر با 0 میشه اینجا، این دقیقاً اینجا IRR به دست میاد در این نقطه. خب در این نقطه IRR شما چیه؟ به دست میاد. خب میشه نرخ بازدهی داخلی. اون طرح شما چند درصد برای شما تو سال بازدهی میتونه ایجاد کنه. خب حالا اگر فرض بر این باشه که مثلا شما در واقع گزارشاتون و سال مالیتون به صورت حالا سالانه باشه، پس جایی که NPV برابر با 0 میشه نرخ بازدهی داخلی هستش. خب شاخص IRR از پرکاربردترین شاخص‌های مالیه که شما میتونید بر اساس اون توجیه پذیری مالی طرح رو در واقع با شرایط معمول سرمایه گذاری بیاد مقایسه کنید، حالا در کشور یا در صنعت مورد نظر. خب پس این شاخص خیلی مهمی هستش دوستان عزیز، یکی از مهمترین شاخص هست و در کل طرح‌هایی که شما میبینید، من نمونه طرح‌ها رو براتون میفرستم، حدود 1000 تا نمونه طرح دارم که اینا رو طرح‌های تیپیک است، خدمتتون در گروه قرار میدم که ازش استفاده کنید. طرح‌های صنعتی هست، طرح‌های کشاورزی هست، طرح‌های خدماتی هستش و انواع مختلف طرح‌هایی که شما میتونید استفاده کنید. در تمام این طرح‌ها شما شاخص نرخ بازده داخلی رو میبینید. یکی از این شاخص‌هایی که به شما میگه طرح شما اقتصادی هست یا نیست، همین نرخ بازدهی داخلی هستش. خب نگاه کنید، کینز یه بحثی رو مطرح میکنه. این نرخ بازده داخلی که شما دارید یا نرخ بازده طرحی که شما دارید به دست میارید، کینز میاد با یک نرخی در واقع مثل M میاد این رو مقایسه میکنه. فرض کنید این M چی باشه؟ این M فرض میکنیم نرخ سود بانکی هست. خب نرخ بهره بانکیه. خب
نرخ بهره بانک، این هم نرخ بازدهی داخلی طرح مورد نظرشون. اگر شما دیگه اینه، شما یا باید در یک دارایی ریسکی سرمایه گذاری کنید یا در یک دارایی غیر ریسکی. غیر ریسکیش که بانک و اوراق قرضه و اینا هست که خب هیچ گونه ریسکی نداره چون سودش ثابت و کاملا مشخص هست، ولی سرمایه گذاری در یک طرح تولیدی یا خدماتی اینا ریسک داره. اگر این آی بزرگتر از ام شد میگه طرح شما اقتصادیه، یعنی میتونید طرح رو چکار کنید؟ اجرا کنید. خب میتونید اجرا کنید، پولتون رو ببرید در اون طرح سرمایه گذاری کنید. اگه آی مساوی با ام باشه شما چه در طرح سرمایه گذاری کنید چه این که پولتون رو تو بانک بذارید یه بازدهی برای شما داره، ولی خب قاعدتا دیگه این حالت چیه؟ پول میره به سمت بانک میره. چرا؟ خب چون شما دردسر اون سرمایه گذاری رو دیگه تحمل نمی کنید چون بازدهیش برای شما چیه؟ یکسان هستش. خب اگه آیم کوچکتر از این باشه اصلا چیه؟ بازم به سمت بانک میره. این چی؟ طرح اجرا نمی شود. خب در این حالت هم طرح اجرا نمیشه. خب پس شما بر اساس این چیزی که کینز میگه در بحث سرمایه گذاری، بر اساس سرمایه گذاری هست که در واقع شما در حالت سرمایه گذاری انجام میدید. برید با نگاه کنید، عرض کردم NPV برابر صفر وقتی که میشه آی شما به دست میاد. در NPV شما چیا دارید؟ یکی درآمدها رو دارید، یکی هزینه های دارید. خب کل کار شما با دو تا مفهومه، یکی درآمد یکی هزینه است. خب یا منفعت هایی است که میتونه این طرح برای شما ایجاد کنه. خب اینا میشه جریانات نقدی، میشه گردش نقدی شما یا کش فلو که توضیح دادیم. خب حالا وقتی که میاد NPV رو به دست میارید شما دارید این درآمدها و هزینه ها رو به همش رو به ارزش کنونی تبدیل میکنید. چرا بهش میگن نت یا خالص؟ خب چون همزمان هم درآمد رو لحاظ کردید هم هزینه. خب مثل این اصلا درآمد رو منهای هزینه کرده باشید، خب اونجا خالصش به دست میاد. خب خالصش به دست میاد. پس اینجا نگاه کنید، اون نرخی که NPV رو برابر صفر قرار بده اون نرخ میشه نرخ بازدهی داخلی هستش. خب که در واقع به صورت محاسبه میشه. حالا نگاه کنید، یه نرخی داریم نرخ بازده جذاب بهش میگن، در واقع حداقل نرخ بازده جذاب هست. خب حداقل نرخ بازده جذاب. خب MARR بهش میگن، MARR بهش میگن. خب مینیمم اترکتیو ریت آف ریترن هست. خب مینیمم اترکتیو ریت آف ریترن هست که حداقل نرخ بازده جذاب بهش میگن. خب نگاه کنید دوستان، به منظور بررسی توجیه پذیری یک طرح بر اساس شاخص IRR خب بایستی یک استاندارد شاخص مالی وجود داشته باشه. خب این استاندارد شاخص مالی چی است؟ همین حداقل نرخ بازده جذاب هستش. خب کسی از جانب کی؟ از جانب کسی که در واقع داره گزارش توجیهی رو برای شاخص IRR بررسی میکنه. خب اینجا میاد چیکار میکنه؟ در واقع یه حداقل نرخی رو در نظر میگیره. خب یه حداقل نرخی رو به عنوان مبنا یا در واقع کف در نظر میگیره که دیگه اگه کمتر از اون باشه این طرح اجرا نشه. همون اسلاید قبلی بحثی که ما در واقع کینز خدمت توضیح دادیم، اینجا حداقل در واقع اون نرخ بازده بانکی میتونه به عنوان حداقل نرخ بازده جذاب انتخاب بشه و اکثرا در طرح‌های توجیهی هم به این صورت هستش. خب میان حداقل نرخ سود بانکی رو به عنوان حداقل نرخ بازده جذاب یا MARR در نظر میگیرن. خب بعد بر اساس اون میان چیکار میکنن؟ در واقع شاخص IRR رو با اینها چیکار میکنن؟ مورد بررسی قرار میدن. خب میان در واقع
این نرخ بازده داخلی یا IRR رو بر اساس این ارزیابی میکنن. خب در این اسلاید حالا اگر شما آی رو همون IRR گفتیم در نظر گرفتید، این ام رو شما میتونی همون MARR در نظر بگیرید. خب شما میتونید اینو MARR در نظر بگیرید و این IRR رو بیا چیکار کنی، یا نرخ بازده داخلی رو با این حداقل نرخ بازده جذاب مقایسه کنید، ببینید آیا بزرگتر هست، مساوی هست یا کوچکتر هستش. خب میتونید اینا رو با هم دیگه مقایسه کنید. خب پس حداقل نرخ بازده جذاب یک استاندارد شاخص مالی هست که به وسیله اون کسی که میاد در واقع گزارش توجیهی رو بررسی و ارزیابی میکنه در نظر گرفته میشه و دیگه از اون پایینتر چیه؟ طرح اجرا نمیشه و باید از اون چی باشه؟ این نرخ بازده داخلی از اون چی بزرگتر باشه. شما نگاه کنید همین چیزی که عرض کردم، IRR شما شده 20%، MARR شما شده مثلا 30%. خب اینجا دیگه این طرح توجیه پذیر نیست که اصلا اجرا بشه. فرض کردیم این MARR ما نرخ سود بانک باشه، خب یا نرخ سود اوراق قرضه باشه، پس در این حالت اصلا توجیه نداره که شما برید به سمت سرمایه گذاری. عمده طرح‌هایی که دوستان منجر به ورشکستگی میشن اصلا طرح توجیهی ندارن. خب خیلی از این موردات دیدم، طرف رفته طرح رو اجرا کرده، بعد مثلا چند سال که به بهره برداری رسیده به فکرش افتاده که باید چیکار کنه، طرح توجیهی بنویسه. خب که این اشتباه ترین کار هستش. و خیلی از طرح‌هایی که منجر به ورشکستگی شدن، طرف یه پولی داشته، بعد اومده همین خودش عشقی یا از روی علاقه یا از روی هرچی رفته توی صنعتی سرمایه گذاری کرده، بعد یه مدتی دیده که این صنعت اون بازدهی لازم رو برای این فرد نداره، اومده سرمایه‌اش رو از اونجا خارج کرده، بعد هزینه رو متحمل شده، بعد سرمایه‌اش رو خارج کرده، بعد رفته سمت یک سرمایه گذاری دیگه. خب این کار اشتباه محضه. من الانم دارم میبینم با واحدایی که باشون داریم به عنوان مشاور کار میکنیم، دارم میبینم طرف 15-16 ساله داره کار میکنه، ولی نرخ بازدهی که تونسته کسب کنه در طول این سالها، در خیلی از سالها، حالا نه همش، از نرخ سود بانکی هم کمتر بوده. خب از نرخ سود بانکی هم کمتر بوده. خب طرف 10 میلیارد سرمایه گذاری کرده ولی به اندازه حداقل سود بانکی نتونسته در واقع بازدهی کسب کنه. خب مشخصه که این داره ضرر میده. در طول زمان این ضررها بزرگ و بزرگتر میشن و منجر به ورشکستگی اون واحد تولیدی میشن. خب اگر در ابتدای کار میومد طرح توجیهیش رو مینوشت و بر اساس اون تصمیم میگرفت که آیا وارد این حرفه بشه یا نشه، خب قطعا نتیجه بهتری براش داشت تا اینکه وسط کار یا بعد 15-16 سال کار بیاد چیکار کنه، از اون طرح خارج بشه. این از بحث IRR و MARR که شما باید این مفاهیم رو به خوبی بلد باشید و بیاد داشته باشید. خب یه مفهوم دیگه ای که طرح‌ها رو باهاش میسنجن و اقتصادی یا غیر اقتصادی بودن طرح رو بر اساس اون مورد ارزیابی قرار میدن، دوره بازگشت سرمایه است. خب payback period هست یا payback period هستش یا PBP بهش میگن. خب نگاه کنید دوستان، دوره برگشت سرمایه در واقع این رو داره به ما میگه. وقتی که یک طرح به بهره برداری میرسه، و درآمدزایی طرح شروع میشه، چه مدت زمان طول میکشه تا هزینه های ما رو به ما برگردونه؟ خب این میشه دوره برگشت سرمایه. خب شما نگاه کنید هزینه های سرمایه گذاری که هست در طول دوران احداث، مثلا جهت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات و ماشینالات هستش. خب نیاز هست تا اینکه طرح جهت بهره برداری تولید محصول
یا مثلا عرضه خدمات پیش بینی شده برای اون آماده بشه. خب پس از بهره برداری از طرح، عرضه محصول یا خدمات به بازار مصرف آغاز میشه که درآمدی رو عاید سرمایه گذار میکنه. خب چون ما طرح شما ممکنه تنها یک طرح مثلا تولیدی نباشه دوستان، ممکنه یک طرح خدماتی هم باشه. خب به خاطر همین هست که ما بحث خدمات رو هم داریم. خب پس از درآمد حاصل از فروش محصول و خدمات خب میاد برای پرداخت هزینه‌های تولید محصول مثل مواد اولیه، انرژی، پرسنلی و بقیه هزینه‌ها استفاده میشه. خب یا بحث هزینه‌های مربوط به عوارض و مالیات هستش. شما دارید این هزینه‌ها رو پرداخت میکنید، یه هزینه‌ای رو هم پرداخت کردید، قبلا انجام دادید. خب میاد این درآمد رو در واقع از این هزینه‌ها کسب میکنید تا ببینید در واقع کجا به سوددهی میرسید. خب در اون نقطه‌ای که در واقع هزینه‌های شما با درآمدهای شما برابر میشه، ببینید چه مدت طول میکشه، مثلا چند سال طول میکشه یا چند ماه طول میکشه. خب اون میشه دوره برگشت سرمایه یا دوره بازگشت سرمایه بهش میگن. خب این نگاه کنید یک شاخص مهمی هست که شما از جدول جریانات نقدی هم میتونید چیکار کنید؟ استفاده کنید. خب یا میتونید جریانات نقدی تجمعی رو بیاد حساب کنید. خب به چه صورت؟ به این صورت که مثلا خب شما جریانات نقدی رو داشتید، ما در اسلاید قبلی، در چند اسلاید قبلی جریانات نقدی رو داشتیم. خب به این صورت بود. خب نگاه کنید، این جریانات نقدی ما بود، منهای 2 میلیون بود. خب یه منهای 3 میلیون بود، بعدش یه 3 میلیون بود، بعدش یه 3 میلیون و 500 بود، بعدش هم یه 3 و 500 بود. خب وقتی جریانات نقدی تجمعی رو حساب میکنید، جریانات نقدی تجمعی یا اینا رو با هم جمع میکنید. خب ابتدا شما یه 2 میلیون دارید، منفی 2 میلیون یعنی هزینه است، منفی 2 میلیون و منفی 3 میلیون دوره بعدی میشه منفی 5 میلیون. خب منفی 5 میلیون به اضافه 3 میلیون میشه منفی 2 میلیون. درسته؟ منفی 2 میلیون به اضافه 3.5 میشه مثبت 1.5. خب مثبت 1.5 به اضافه 1.5 میشه. خب نگاه کنید وقتی که شما میاد نمودارشون رو رسم میکنید، یه همچین حالتی هست دوستان. این نقطه صفر هست. خب ابتدا منفی 2 میلیون دارید، فرض کنید منفی 2 میلیون شماست، بعد میره تا منفی 5 میلیون، دوباره میاد منفی 2 میلیون. خب بعد اینجا میره 1.5 میلیون، اینجا میره مثلا خیلی 5 میلیون. خب نگاه کنید در نقطه ای که این برگشت صورت میگیره، فرض کنیم این نقطه باشه. خب حالا با رنگ قرمز مشخص کنید که دوستان بدونید این نقطه، در این نقطه میشه دوره برگشت سرمایه، جایی که در واقع جریانات نقدی تجمعی شما برابر صفر بشه. جایی که جریانات نقدی تجمعی برابر با صفر بشه، اون نقطه میشه نقطه برگشت سرمایه هست یا دوره برگشت سرمایه هستش. خب حالا نگاه کنید در محاسبه شاخص PBP خب یا Payback Period، ما در NPV و IRR وقتی که می اومدیم محاسبه می کردیم دوستان، ارزش زمانی پول رو لحاظ می کردیم. خب ارزش زمانی پول رو لحاظ می کردیم، ولی در PBP خب اینجا دیگه ارزش زمانی پول چیه؟ لحاظ نمیشه. شما ارزش زمانی پول رو در نظر نگرفتید، صرف نظر شده و جریانات نقدی با فرض دارا بودن ارزش یکسان در سالهای مختلف با یکدیگر چیه؟ جمع میشه. خب یا هم جمع شده همین جریانات نقدی تجمع. همونطور که شما هم میدونید ارزش زمانی پول هم بر دقت محاسبات اضافه میکنه و هم بر صحت محاسبات اضافه میکنه. خب اینجا لازم است که ما حتما ارزش زمانی پول رو بیایم در کارهامون ببینیم. خب برای رفع این مشکل به جای شاخص PBP
در واقع یک شاخص دیگه مورد استفاده قرار میگیره که به عنوان شاخص دوره بازگشت، در واقع دوره بازگشت سرمایه متحرک بهش میگن، یا سرمایه دوره بازگشت در واقع پویا بهش میگن. داینامیک پیبک پریود هست. خب داینامیک پیبک پریود، خب دوره بازگشت سرمایه متحرک یا پویا بهش میگن. خب چی هست؟ خب همون داینامیک پیبک پریود هستش. خب میشه دی پی بی پی. خب دی پی بی پی هستش که این میاد چیکار میکنه؟ این شاخص میاد ارزش زمانی پول رو در نظر میگیره. خب ارزش زمانی پول ده. حالا به چه صورت؟ دوستان نگاه کنید، جریانات نقدی رو داشتیم، جریانات نقدی تنزیل شده، اون پی وی که ما بر اساس اف وی اومدیم ما تنزیلش کردیم و به دست آوردیم. خب میاد چیکار میکنه؟ فرض کنید جریانات نقدی تنزیل شده ما چیه؟ اینا هستش. خب ما جریانات نقدیمون چی بود؟ منهای 2 میلیون بود، منهای 3 میلیون بود، 3 میلیون، 3.5 و 3.5 بود. درسته؟ اینجا داشتید این جریانات نقدی. خب این جریانات نقدی ما بود. این برای زمانی است که تنزیل نشده، ما هنوز ارزش زمانی پول رو توش لحاظ نکردیم. خب حالا اگر ارزش زمانی پول رو لحاظ کنیم میشه جریانات نقدی تنزیل شده. خب اینا تو نرم افزار هم دوستان محاسبه میشه، به صورت اتومات خودش میاد اینا رو محاسبه میکنه تا بدونید که دقیقاً اون موقع اونجا بدونید مفهومش چی است. چون در کنار اینکه شما کاربان نرم افزار رو باید یاد بگیرید، باید تفسیر اینها رو هم یاد بگیرید. اصلی کار شما تفسیره، شما باید بدونید این مفاهیم چی داره به ما میگه. خب ولی بعد نرم افزار خیلی کار سختی نیستش. شما داده رو وارد کردید که از جلسه بعدی دیگه ما با کارمون با نرم افزار شروع میشه، بعدش یه در واقع محاسبه یا کالکولیتی رو میزنید و باید براتون محاسبه میکنه و کل نتایج رو به شما میده. خب جریانات نقدی تنزیل شده. خب مثلا اینجا منهای 1 و 600، بعد منهای 1 و 920، اینا بر اساس اف پی وی اومدیم چیکار کردیم؟ مثلا محاسبه شده. خب بعد 1 و 536، بعد 1 و 433، بعد 1 و مثلا 146. حالا اگر شما بیان چیکار کنید؟ جریانات نقدی تنزیل شده تجمعی رو به دست بیارید. جریانات نقدی تنزیل شده تجمعی. خب اینها رو با هم دیگه جمع کنید. خب سال اول شما منهای 1 و 600 هست، سال دوم شما میشه منهای 3 و 520، سال سوم شما میشه منهای 1 و 984، 50، 550 400، سال آخر میشه 500 مثبت 596 ممیز 408. خب اگر دقت کنید در حالت قبلی جریانات نقدی تجمعی ما دیگه نگاه کنید ببینید چقدر اختلاف هست، چقدر اختلاف بین اینها وجود داره. وقتی که شما ارزش زمانی پول رو در نظر نگیرید، ببینید با زمانی که ارزش زمانی پول رو در نظر میگیرید چقدر اختلاف وجود داره. اینجا اگه دقت کنید خیلی مثلا عددها کوچیک‌تر شد. خب پس اینجا این داینامیک پیبک پریود میاد جایی که جریانات نقدی تنزیل شده تجمعی برابر 0 میشه دوره برگشت سرمایه شما. خب اینجا شما اومدید دوره برگشت سرمایه رو تنزیل شده رو اومدید چکار کردید؟ به دست آوردید. پس اگر شما بر اساس این شاخص دوره برگشت سرمایه رو لحاظ کنید کار شما دقیق تر هست. حالا ممکنه مثلا در اینجا دوره فرضاً میگیم حالا اینجا شده 3.5 سال، 3.5 سال طول کشیده تا درآمدهای شما، درآمدهای حاصل از هزینه شما رو به شما برگردونه.
ولی در اینجا ممکنه مثلا چی بشه؟ فرض کنید 4 سال بشه. خب پس در اینجا شما اومدید به اندازه 6 ماه یا نیم سال، اونجا مثلا اگر زمان رو در نظر نگرفتید زودتر به شما، ولی خب شما بر اساس این ممکنه این نیم سال کلی برنامه‌ریزی داشته باشید، ولی می‌بینید که نه، این بر اساس 3.5 سال نبوده، بر اساس 4 سال در واقع برگشت سرمایه شما اتفاق افتاده. خب پس اینجا شما هرچه بر اساس شاخص‌های دقیق‌تر بخواید در واقع محاسبه کنید، خب به نفع شما هستش و در واقع شما در طرحتون دچار خطای کمتری میشید. خب دوستان عزیز، اینا یک سری شاخص‌های خیلی مهم بودن که در واقع نیاز بود که شما با اینا آشنایی داشته باشید. در بحث نرم افزار هم ما با اینها سر و کار داریم. خب اینا رو بهتون آموزش میدیم که هم مفهومشون رو بدونید، هم چجوری به دست اومدن و هم به چه صورت بوده. خب یک طرحی رو در ادامه این جلسه با همدیگه مورد بررسی قرار میدیم. خب ببینید که به چیز، البته دوستان یک سری عرض کنم خدمتتون شاخصهای دیگه هم هست، حالا من اینا رو خدمتتون توضیح میدم. خب اینا مهمتریناش بودم، حالا شاخصهای دیگه هم هست که اونا رو خدمت توضیح میدم. خب این یک طرح توجیهی هست. خب نگاه کنید، اینو خدمتتون توضیح دادم. اکثرا در واقع میان وقتی نرخ تنزیل رو در نظر میگیرن، اکثرا دیگه کفش اون MARRی که خدمتتون توضیح دادم استفاده میشه. خب اون حداقل نرخ جذاب در نظر گرفته میشه که دیگه کمترین حالتش برابر با چیه؟ همون نرخ سود بانکی هستش. در ایران اکثرا در طرحهایی که اجرا میکنن حداقلش رو برابر با نرخ سود بانکی در نظر میگیرن، بر اساس اون تنزیل میکنن. IRR نرخ بازدهی بود، نرخ بازدهی داخلی طرح. این یک طرحی است. خب اون موقع وزارت تعاون بوده، بعد ما طرح برنامه و دفتر امور اقتصادی تسهیلات بانکی. طرح توجیهی بسته‌بندی آب معدنی است. خب طرح توجیهی بسته‌بندی آب معدنی در سال 85 تهیه شده. دوستان در صفحه اول همیشه شما با یک سری مفاهیم سر و کار دارید. خب موضوع طرح چی هست؟ نوع تولیداتش چیه؟ تعداد شاغلینش چی هست؟ سرمایه گذاری کل طرح چیه؟ اینجا ارقام حتما باید واحدش مشخص باشه. خب میلیون ریال هست. سرمایه گذاری کل طرح شما چقدر شده؟ چقدرش سرمایه گذاری ثابت بوده؟ چقدرش سرمایه در گردش بوده؟ درآمد سالیانش چقدر؟ سود ویژه‌اش چقدر شده؟ خب دوره بازگشت سرمایه اینجا گفته 13 ماهه، نرخ بازدهی سرمایه 95%. خب این دوتا مفهوم رو همیشه تو تمام طرح شما این دوتا مفهوم رو دارید. خب در این طرح هم که شما دارید کاملا مشاهده می‌فرمایید. در صفحه اول پس این اکثرا مثلا سرمایه گذاری رو یک سری اعداد کلی میارم، مثل چکیده طرح میمونه. خب نرخ بازدهی داخلی چیه؟ دوره بازگشت سرمایه چیه؟ بعدش عرض کنم خدمتتون تعداد شاغلین چی هست؟ سرمایه گذاری کل طرح چنده؟ چقدرش ثابت بوده؟ چقدر سرمایه در گردش بوده؟ درآمد طرح چنده؟ خب درآمد طرح چنده و سود ویژه چنده؟ خب سود ویژه و ناویژه اینا رو خدمتتون توضیح میدم. خب بعد از صفحه اول که خب یه خلاصه طرح آورده شده، در ادامه یه مقدمه‌ای در مورد کار. این مثلا طرح بسته‌بندی آب معدنی است، یه مقدمه‌ای در مورد این طرح آورده شده. حالا توضیحاتی هم که در مورد این هست کاری نداریم. خب اصل کار شما دیگه اینجا شروع میشه. خب اصل کار شما اینجا شروع میشه. دوستان عزیز، من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. نگاه کنید، هر طرحی بسته به نوع طرح ممکنه درصدش متفاوت باشه. خب ولی خب قالب کلیش اینی که الان دارم اینجا خدمتتون توضیح میدم. قالب کلیش اینجوریه، یعنی کلیش به شما باید این مفاهیم رو چیکار کنید؟
به دست بیارید. خب حالا ممکنه یک سری از مفاهیم باشه که در واقع بسته به طرح متفاوته. شما مثلا اینجا الان ما داریم یه طرحی رو بررسی میکنیم با هم دیگه، طرح بسته‌بندی آب معدنی هست. خب آب معدنی چه دستگاه‌هایی لازم داره، به چه صورت هستش؟ خب مثلا شما یه طرحی رو می‌نویسید در مورد مثلا کارگزاری بیمه. خب شما می‌خواید یه طرح توجیهی بنویسید در مورد کارگزاری بیمه، باید برید در مورد اون کارگزاری بیمه ببینید هزینه‌هاش چیا هستن، درآمداش چیه. شما در طرح توجیهی به دنبال 2 تا مفهوم هستید، یکی هزینه است، یکی درآمد. بعد اینا دیگه خودشون جزئی میشن، شکافته میشن. هزینه‌های ثابت هست، هزینه‌های جاری هست، بعد درآمد هم به همین صورت. نگاه کنید ریز اطلاعات رو باید کسی که داره طرح توجیهی رو می‌نویسه این ریز اطلاعات رو در بیاره. خب الان بعدش البته میتونه با سرمایه گذارم تبادل اطلاعاتی داشته باشه. خب ممکنه سرمایه گذار یه سری اطلاعات رو در اختیارش داشته باشه، مثلا میگه آقا من این قدر میخوام سرمایه گذاری کنم، این قدرش سرمایه ثابته، مثلا این قدر سرمایه در گردش میتونم بیارم. خب شمایی که دارید طرح توجیهش رو مینویسید، خب یک سری از اطلاعات رو شما باید خودتون جمع آوری کنید، یک سری از اطلاعات رو شما میتونید از خود سرمایه گذار به دست بیارید. خب یک سری از اطلاعات رو شما میتونید از انسان‌هایی که تو کار مثلا اون طرح هستن یا مثلا وارد هستن میتونید به دست بیارید. این دیگه هنر شماست که بتونید از کانال‌های مختلف سریعتر به اون اطلاعات دسترسی داشته باشید. ولی خب ارتباط با سرمایه گذار لازم هستش، چون خیلی از اون اطلاعات رو سرمایه گذار در اختیار داره و شما میتونید ازش استفاده کنید. خب بحث سرمایه گذاری ثابت طرحه. خب بسته به طرح شما اولین مورد چیه سرمایه گذاری ثابت طرح؟ خب زمین هستش. خب زمین، این سرمایه گذاری ثابت طرح یا هزینه ثابت دوستان هزینه هایی هست یا سرمایه گذاری هست که برای اقلامی انجام میشه که دوره عمر مفیدشون بالا هست، یعنی دوره طولانی مدت هست، یا یک سری هزینه های ثابتی است که شما باید پرداخت. مثلا شما زمین که میخرید برای یه روز 2 روز زمین نمیخرید، یا ساختمانی رو درست میکنید برای 1 سال 2 سال نیست، برای سالهای طولانی هستش. خب اینجا نگاه کنید زمین یکی از اجزای سرمایه گذاری ثابت طرح. متراژ زمین باید چقدر است؟ خب فرض کنید طرف میگه من میخوام تو متراژ مثلا 5000 این کار رو انجام بدم. در چه مکانی طرح داره اجرا میشه، در چه مکانی شما باید برید اون مکان مورد نظر ببینید که قیمت هر متر زمین چقدره. قیمت واحد اینجا مشخص شد، اینجا قیمت واحد ریال، قیمت کل میلیون ریال. دوستان یک نکته رو که من در اینجا خدمت توضیح بدم، اینا حتما باید شما بلد باشید و اشتباه نکنید. بعضی دوستان هستن میرن واحدا رو، یکی رو با ریال میزنن، یکی رو با میلیون ریال میزنن، یکی رو با میلیارد ریال میزنن. این واحدا وقتی که همگیر نباشه خب کار دست طرف میده. خب یه جا مثلا اومده با میلیون ریال در نظر گرفته، یه جا با ریال، یه جا با میلیارد ریال. وقتی که میاد محاسبه میکنه میبینه که اعداد به هم نمیخونن. خب شما باید خیلی دقت کنید و خیلی احتیاط به خرج بدید خب که واحداتون یکسان باشه. اکثرا قیمت واحدها بر حسب مثلا ریاله، قیمت کلها بر حسب میلیون ریال. یا شما میتونید قیمت واحداتون تومان باشه، قیمت کلتون میلیون تومان مثلا، یا حالا هر چی باشه. خب حتما تو انتخاب واحدات دقت کنید. اینجا زمین این قدر متراژه، قیمت واحدش هم این قدر، قیمت کلش هم شده این مقدار. خب حالا دوستان نگاه کنید، بعضی وقتا طرف زمینی که استفاده میکنه زمین ملکی نیستش، زمین اجاره‌ای هست. یا بعضی وقتا طرف ساختمانی که استفاده میکنه ساختمان ملکی نیست، ساختمان اجاره‌ای است. شما باید اون هزینه اجاره رو لحاظ کنید. خب شما باید هزینه اجاره رو لحاظ کنید.
اینو باید خیلی دقت کنید. خب چون اشتباه اگه بشه خب قاعدتا طرف سود و زیانش خیلی فرق میکنه. خب چون مثلا اینه که شما یک ساختمان رو بخرید، با اینکه اجاره براش پرداخت کنید خیلی زیاده. هزینه خرید یک ساختمان خیلی بالاتر از هزینه اجاره است که برای یک ساختمان چیه پرداخت میشه، یا برای زمین هم به همین صورت. خب اون اگر زمینتون اجاره بود، ساختمانتون اجاره بود، یا هر دستگاه و وسیله‌ای که به صورت اجاره‌ای داری استفاده میکنید، هزینه‌های اجاره رو باید لحاظ کنید. اگر به صورت ملکی هست، خب هزینه ملکی رو شما باید مد نظر قرار بدید. خب این بحث زمین هست. خب مورد بعدی محوطه سازیه. حالا ما این طرح رو بررسی کردیم، طرح آب معدنی است. خاک برداری تسطیحش اینقدر متر مربع بوده، هزینهش اینقدر بوده، هزینه کل مشخصه. برای حصار کشی هم به همین صورت، برای فضای سبز و خیابان کشی هم به همین صورت. این طرح این سه تا هزینه رو برای محوطه سازی داشته که اینجا به طور دقیق محاسبه شده. خب بعضی وقتا نگاه کنید مثل فضای سبز و خیابان کشی دیگه هزینه واحد نداره. چرا؟ چون اونا به صورت یک جا پرداخت میشه. خب یه جا پرداخت شده مثلا 125.4 میلیون ریال هزینه فضای سبز و خیابان کشی و سایر مثلا موارد بوده. خب یه جا پرداخت شده، شما میتونید تو هزینه کلم یه جا بیارید. خب بحث محوطه سازی است. بحث ساختمان ها هستش، هزینه ساختمان ها. خب ساختمان هایی که در اجرای اون طرح نیاز هست شما باید داشته باشید به صورت ریز بریز، به طور دقیق شما باید اینها رو چکار کنید؟ بیارید. خب بحث سالن تولیده. اینجا عرض کردم آب معدنی است. حالا شما ممکنه طرحتون یه طرح خدماتی باشه، یا یه طرح کشاورزی باشه، یا یک طرح معدنی باشه، خب یا یه طرح صنعتی حالا مثل آب معدنی نباشه. خب فرق میکنه دیگه. ولی کل وقتی که میگید ساختمان برای همه ثابته. اون که نوع ساختمان ها چی باشه شما باید اونا رو چکار کنید؟ لحاظ کنید. خب نگاه کنید هزینه اجاره خب مشخص هست. خب شما دارید چقدر برای اجاره پرداخت میکنید. اگه دارید به صورت سالانه حساب میکنید، کل اجاره سالانه رو حساب میکنید. خب کل اجاره سالانه ای که دارید پرداخت میکنید چقدره؟ خب نیازی هم نیست به ارزش فعلی، چون این مشخص هستش. خب این مشخص هست. اجاره ای که شما دارید پرداخت میکنید به صورت سالانه اینقدر اجارش، دیگه نیازی نیست اینجا تبدیل کنید. در بحث تبدیلات بیشتر زمانی که ما با شاخصهای مالی و دوره‌های برگشت سرمایه سر و کار داریم، اونجاست که شما باید چیکار کنید؟ این هزینه ها رو بیاد تبدیل کنید. خب که هزینه اجاره هم یکیشونه، ولی به صورت تکی تکی ما تبدیل نمی کنیم. کل هزینه رو یه جامعه مثلا به صورت حالا موقع ارزش فعلی یا ارزشاتی تبدیلش میکنیم. خب ولی اینجا در اینجا نیازی نیست. خب بحث ساختمان ها هست. شما بر اساس طرحتون باید ببینید چه ساختمانی شما نیاز دارید. اینجا آب معدنی هست، سالن تولید نیاز داره، گفته 364 متر، هزینه واحدش اینقدر، هزینه کلش هم اینجا مشخص. انبارها هست، اینقدر مترش انبار هزینه واحد هست، هزینه کل دیگه میدونید هزینه واحد، هزینه کل واحد، هزینه واحد و مساحت در هم ضرب کنید هزینه کل به دست. ساختمان اداری سرویس ها هست 94 متر، نمازخانه هست 30 متر، آزمایشگاه 30 متر، نگهبان سرایدار این 85 متر و سایر. حالا مثلا ممکنه مثلا ساختمان های دیگه باشه، مثلا لوازم یا مثلا حالا مثل بیل و کلنگ و اینا رو شما یه جا قرار بدید، یه حالت انباری چیزی باشه، ماسه این وسایل باشه اینا. خب اینقدر مثلا چیه متراژش بوده. خب اینا لحاظ شده، بعد هزینه کل ساختمان ها محاسبه شده، بعد در نهایت گفته ساختمان محوطه سازی اینقدر هزینه لازم داره، مثلا اینجا 237 میلیون تومان بوده. بعد تجهیزات و تأسیسات هست. خب چی تأسیسات و تجهیزات چیا هست؟
یکیش اینجا برق رسانی بوده، حق انشعاب نصب تابلوها و ترانس کابل کشی و سیم کشی های مربوط از اینقدر هزینه کل داشت. اینجا دیگه هزینه واحد و اینها رو ننوشته. یه جا مثلا چقدر کلا برای مثلا بحث برق رسانی هزینه کرده همه رو نوشت. شما میتونی همین کار رو انجام بدید. آب رسانی چقدر هزینه داشته همه رو نوشته. گاز رسانی هزینه ای نداشته، اینجا مثلا ننوشته، ممکن اونجا گاز نداشته باشه مثلا اونجا اون مکان. امتیاز خط تلفن، ایمنی و اطفاء حریق، وسایل سرمایش و گرمایشی، مخازن ذخیره سوخت و آب، هر چی داشته نگاه کنید اینجا نوشته و هزینهش رو حساب کرده. خب شما هم هر چی در اون طرح استفاده میکنید باید هزینهش رو حساب کنید. خب دوستان عزیز، شما حتی یک سوزن هم اگه در اجرای اون طرح دارید استفاده میکنید باید هزینهش رو حساب کنید. خب نگاه کنید، شما ممکنه وسیله ای رو داشته باشید، مثلا یه مثال عرض کنم، یه قیچی رو در نظر بگیرید برای یک خیاط. خب این قیچی وقتی که طرف تو خیاطی ازش استفاده میکنه یک کالای واسطه‌ای هستش. خب یک کالایی است که واسطه میشه که طرف باهاش پارچه رو میبره و در تولید کالای دیگه استفاده میشه. همون قیچی اگه خیاط تو خونه خودش ازش استفاده کنه برای مصرف نهایی، اونجا میشه یک کالای مصرفی نهایی. خب میشه کالای مصرفی نهایی. پس اینجا شما باید اینا رو لحاظ کنید. نوع کالاها ممکنه فرق داشته باشه در طرحها. شما هر چیزی رو که در طرح استفاده میکنید حتما باید هزینه‌اش رو لحاظ کنید. بعضیا میگن مثلا خب این فرض کنیم میگه من یک مثلا قیچی استفاده کردم، هزینه‌اش چیزی زیادی نیست، حساب نمیکنم. این حرف درستی نیست. شما هر چیزی رو که حتی یک برگ کاغذ هم استفاده میکنید باید هزینه‌اش رو حساب کنید. خب به طور دقیق باید هزینه‌اش رو حساب کنید تا طرح شما دقیق ترین طرح بشه که مد نظر شما هستش. خب بحث ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاه. پس اینجا ما تأسیسات و تجهیزات رو گفتیم، ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاه. طرف میگه بله من یه سیستم تصفیه آب نیاز دارم، یه مخزن ذخیره آب نیاز دارم، دستگاه تزریق پلاستیک، بعد قالب‌های در واقع پریفورم اینها هست، قالب درب بطری هست و بقیه مواردی که نیاز هست در تولید یک آب معدنی. خب در تولید یک آب معدنی. خب حالا اینجا مثلا طرف تمام موارد دستگاهی که لازم بوده که فرض کنید خود در واقع بطریش رو تولید کنه، بعدش برای آبش هم به همین صورت. خب نگاه کنید هر چی لازم بوده نوشته، تعدادم نوشته شده، هزینه کل هم آورده شده. خب هزینه کل هم آورده. اینجا چون تعداد همه یکه، هزینه کل و هزینه واحد با همدیگه چی هم؟ برابر هستن. خب با همدیگه برابر دیگه ننوشته، چون هزینه واحد و هزینه کل یکی هستن، چون تعداد برابر یک. هر چی لازم بوده نوشته، بعد در نهایت جمع کل هزینه تجهیزات و ماشین‌آلات و وسایل آزمایشگاهی که نیاز بوده. بعدش وسایل نقلیه هست، وسایل حمل و نقل داخل کارخانه است. خب اتومبیل سواری یکی نیاز داشته، وانت 2 تن یکی، 10 تن کامیون 10 تن یکی، لیفت تراک برقی 2 تن یه دونه و لیفت تراک گازوئیل 2 تن یه دونه. هر چی نگاه کنید هر چی لازم هست و نیاز هست که اون طرح اجرایی بشه شما باید حتما یادداشت کنید و هزینه‌اش رو محاسبه کنید. تجهیزات اداری و کارگاهی مثل لوازم اداری، میز، صندلی، فایل، گوشی، تلفن و غیره، لوازم آشپزخانه، ابزارالات کارگاهی، اینا همش باید نگاه کنید نیاز هست دیگه. خب قاعدتا شوی طرحی که زده میشه بخشی ساختمان اداری، یک بخشی ساختمان تولیدی هست که اینها در بخش ساختمان اداریش استفاده میشه. هزینه های قبل از بهره برداری. خب شما قبل از بهره برداری هم خب در دوره ساخت یک سری هزینه ها دارید. تهیه طرح و نقشه است، اخذ مجوز حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگی، راه اندازی مثلا آزمایشی طرح هستش. خب هزینه هایی که شما متحمل شدید اینجا آورده شده و نوشته شده. بعد در نهایت میاد چیکار میکنه دیگه؟ هزینه ثابت تموم شد.
یا جدول هزینه های ثابت رو میاره یا سرمایه گذاری ثابت. شما باید این کار رو انجام بدید. جدول هزینه ثابت رو آوردید، 921 میلیون تومان مثلا اینجا چی بوده؟ هزینه های ثابت طرح بوده. خب از زمین شروع شده تا هزینه خارج از بهره. بعدش میره رو هزینه های جاری طرح. خب هزینه ثابت تموم شد، هزینه جاری طرح. مواد اولیه و بسته‌بندی. خب مواد اولیه چی نیازه، بسته‌بندی چی نیازه؟ اینجا بحث نوشته مثلا گرانول پی تی هست، پلی اتیلن هست، بعد مستر بچ هست، لیبل هست، نیلون هست و بقیه موادی که نیاز هست. خب هر چی نیاز داشته برای مواد اولیه و بسته‌بندی اینجا آورده. مصرف سالیانش اینجا مشخصه، هزینه واحدش مشخصه و هزینه کلم مشخص هستش. خب بعد حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی، مدیر عامل، اداری مالی، سرایدار، منشی، راننده. شما باید حتما اینها رو جدا کنید. خب مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما، 70% جمع اون 354 که جمع حقوق اکثرا به عنوان مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما مد نظر قرار داده میشه. بعدش حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی، حتما شما باید حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی و تولیدی رو از هم جدا کنید. خب تولیدی کارشناس فنی، تکنسین فنی، کارگر ماهر، نیمه ماهر، کارگر ساده است. به تعداد اینجا نوشته شده و حقوق ماهیانش مثلا اون موقع ها حقوق اینقدر بوده. خب حالا شما دیگه باید بر اساس قیمت روز بیاین حقوق ها رو چیکار کنید؟ در نظر بگیرید. تمام این اعداد و ارقام شما باید در اعداد و ارقام بروز باشه. خب اینا رو محاسبه میکنید و مزایا و پاداششون هم به همین صورت 70% جمع حقوق در نظر میگیرید. در نهایت جمع کل حقوق و مزایای پرسنل تولیدی و غیر تولیدی شده مثلا 301 میلیون تومان. بعد هزینه سوخت و انرژی هست، برق، آب، گاز، نفت، گازوئیل، بنزین، روغن و واسگازین هست و بقیه هزینه‌هایی که لازم هست. حالا این مثلا عرض کردم برای این آب معدنی بوده مثلا دوستان. حالا شما بر اساس طرح خودتون هر هزینه‌ای رو که داشتید و ممکنه مثلا وجود داشته باشه در طرح شما اون رو در نظر میگیرید. ممکن مثلا شما خیلی از هزینه‌ها رو الان تو این طرح هست یه طرحی داشته باشه، اصلا خیلی از هزینه‌ها رو نداشته باشه. هر چی دارید همونا رو میارید. خب استهلاک و تعمیر و نگهداری. دوستان نگاه کنید، استهلاک و تعمیر و نگهداری، ساختمان، تأسیسات، وسایل نقلیه است، ماشین‌آلات، تجهیزات اداری است. وسایلی هست که استهلاک پذیر هست، خب یعنی مستهلک میشه. خب ارزش دارایی رو به صورت روز میارید، کاملا به صورت روز ارزش دارایی رو میارید. استهلاک معمولا درصدها فرق میکنه ولی خب اکثرا شما بر اساس عرف معمول هست. خب حالا اگه مثلا نگاه کن اینجا وسایل نقلیه چون زیاد مورد استفاده قرار میگیره زودتر مستهلک میشه، اینجا 20% در نظر گرفته. مثلا ساختمان کمتر مستهلک میشه، 10% در نظر گرفته. خب دیگه شما بر اساس عرف معمول هست دوستان عزیز که شما میتونید در واقع درصد استهلاک رو مشخص کنید. ولی خب اکثرا درصدها دیگه تو اکثر طرح‌ها شما مثلا چند طرح رو نگاه کنید دیگه میدونید که مثلا استهلاک ها به چه صورت هست. اختلاف خیلی زیادی رو با هم دیگه نداره. اینجا 10% ساختمان، 10% ارزش کل ساختمان استهلاک در نظر گرفته شده، 12% تجهیزات، تأسیسات، 20% وسایل نقلیه، ماشین‌آلات، تجهیزات 10% و تجهیزات اداری 20%. برای تعمیر و نگهداری هم خب این درصد رو برای تعمیر و نگهداری در نظر گرفته. خب شما باید پیش بینی کنید که مثلا یک ساختمان احتمال داره مثلا چقدر هزینه تعمیر و نگهداریش بشه. خب اون هزینه تقسیم بر کل ارزش دارایی میشه مثلا درصدی که برای تعمیر و نگهداری مد نظر هست، یا برای تأسیسات یا وسایل نقلیه و بقیه حالا اجزا، ماشین‌آلات و تجهیزاتی که مطرح است. خب وقتی اینا تموم شد جدول هزینه جاری طرح هم میارید. خب اینجا 2772 میلیون تومان خب جمع هزینه های جاری طرح بوده. اکثرا نگاه کنید دوستان هزینه های اداری و فروش هم دارید، اکثرا این به صورت 1% کل فروش در نظر گرفته میشه. خب شما میاد کل فروش رو وقتی به دست آوردید 1% کل فروش میشه هزینه اداری و فروش شما.
پیش بینی نشده هم دیگه الان شما مثلا چه میتونید یه مبلغی رو مثلا به عنوان پیش بینی شده در نظر بگیرید، یا مثلا 2% یا 5% یا 10%، بسته به طرح متفاوت هست، به عنوان هزینه پیش بینی نشده میتونید لحاظ کنید. خب در که آخر جدول هزینه ثابت و متغیر تولید. خب این هم جدول مهمی هست. اینجا این درصد اکثرا ثابته. خب شما هم اگه طرحی رو انجام دادی بر اساس این درصدها میتونید هزینه های تو ثابت و متغیر رو از هم جدا کنید. مواد اولیه و بسته‌بندی 100% متغیر هستش. حقوق و دستمزد کارکنان تولیدی 70% ثابت، 30% متغیر هست. خب سوخت و انرژی 20% هست ثابت، 80% متغیر هست. تامین و نگهداری 20/80 متغیره. بیمه کارخانه خب 100% ثابته، پیش بینی نشده 35 ثابت، 65 متغیره و استهلاک هم 100% ثابت هست. خب اینجا نگاه کل هزینه توی یک ستون مشخصه. بر اساس این درصدها شما میتونید هزینه ثابت و متغیر رو از همدیگه جدا کنید. این درصدها تو اکثر 90% طرح‌ها بیشترم اکثرا این درصدها رو به عنوان عرف معمول در نظر میگیرن. خب و به عنوان الا تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر از همدیگه هست. خب سرمایه در گردش هم خب بر اساس ماده اولیه و تنخواه گردان هست که الان شما ممکنه شنیده باشید. تنخواه گردان پولیه که نگاه کنید بعضی وقتا یه دفعه وسط کاری کارگری مثلا کار رو ول میکنه میره پول میخواد، یا مثلا مواد اولیه رو شما باید بخرید. خب میتونید مبلغی رو مثلا پیش بینی کنید به عنوان سرمایه در گردش که اون مثلا بتونه کار شما رو راه بندازه، که اکنون بحث مواد اولیه هستش و بعضی تنخواه گردان هستش که اینجا نوشته شده. خب اصلا اینجا این اومده در این طرح 2 ماه مواد اولیه هزینه 2 ماه مواد اولیه رو به عنوان سرمایه در گردش در نظر گرفته و برای 20 روز هم هزینه تولید رو به عنوان تنخواه گردان به جز هزینه مواد و بسته‌بندی در نظر گرفته، چون در بالا دیگه مواد اولیه و بسته‌بندی رو لحاظ کرده. خب بعد جدول سرمایه‌گذاری طرح که سرمایه‌گذاری ثابت قبل از بهره برداری سرمایه در گردش است که کل هزینه ثابت طرح اینجا به دست اومده. با قسمت بعدی درآمد هستش. ظرفیت تولید 52,000 تن، قیمت فروش واحدش اینجا مثلا 700,000 ریال بوده و فروش کل 36,400 میلیون ریال بوده. خب اینم درآمد طرح هست. خب دیگه درآمد طرح میزان تولیدی است که ایجاد میشه. مثلا طرف خب این طرح میگه آقا ظرفیتش اینقدر تن در سال هست، قیمت فروشش هم اینقدر و فروش کل هم میشه حاصل ضرب اینها. خب این شاخص‌ها هم بذار بمونه، در واقع جلسه بعد خدمتتون توضیح میدم، این مقدار اونا رو هم براتون تفصیل کنم و تحلیلی تر خدمتتون توضیح بدم، چون شما در طرح نیاز است که این شاخص‌ها رو به خوبی محاسبه کنید. انواع مختلف طرح‌های اقتصادی رو ببینید، کشاورزی، معدنی، صنعتی، خدماتی رو ببینید، با انواع مختلف طرح‌ها آشنایی پیدا کنید و بشناسید اینها رو. خب اگر سوالی بحثی هست من در خدمتتون هستم. شما رو به خدا میسپاریم، ان شاءالله تا جلسه بعدی که در خدمتتون هست.